من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بیشتر شما در سوره شعراء دلائل نقلی خواندید. 7 دلیل نقلی از انبیاء گذشته. حال به سوره نمل می رسیم. در سوره نمل موضوع همان است، همان توحید است. برکات دهنده فقط الله عزوجل است. مدبر و متصرف ذات حق است. و ضمن 4 داستان در این سوره 4 داستان و 4 واقعه بیان میشه که از این 4 داستان 2 چیز به اثبات میرسد، 2 مدعا. اول اینکه عالم الغیب فقط الله است، از همین داستان ها معلوم میشه. دوم اینکه مدبر و متصرف هم فقط الله است. خب ما خواندیم که همین 2 صفات و ویژگی های اله هستند. اله به حق، معبود به حق هستند. پس وقتی که عالم الغیب فقط الله است، کارساز و مدبر هم فقط الله است، پس معبود هم فقط الله است. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تمهید مع الترغیب است. این آیات قرآن و آیات کتاب واضح و روشن است. هدى و بشرا للمؤمنین، در حالی که هدایت هست علما و بشرا و بشارت است عملا برای مؤمنان. مؤمنان کیند؟ الذين يقيمون الصلاة و یؤتون الزکات، آنانی که نماز برپا می دارند و آنانی که زکات می دهند، یعنی هم عبادت مالی انجام می دهند هم عبادت جانی. و هم بالآخرت هم یوقنون، عقیدهشان درباره آخرت هم درسته، به آخرت یقین و باور دارند. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم. زجر همراه تخویف اخروی. الله می فرماید به درستی کسانی که ایمان به آخرت ندارند در دنیا ما اعمالشان را مزین می کنیم. فهم یعمهون، اونا سرگردان، عمل سرگردانی را میگه. این ثمره تزیین، یعنی عمل شرکیش فکر میکنه عبادت است، سرگردان، پریشانه. اما نتیجه برزخی و اخروی، اولئک الذین لهم سوء العذاب، این افراد برایشان عذاب سوء هست، عذاب بد هست. و هم فی الاخرة هم الاخسرون. عذاب بد کجاست؟ در برزخ، چون بحث آخرت بعدا میاد، در قبر منظور. و هم فی الاخرة هم الاخسرون، اینها در آخرت فقط اینها هستند زیانکاران. و انک لتلقى القرآن من لدن، اینجا تسلی برای رسول الله همراه با ترغیب. همانا تو داده میشوی ای پیامبر و دریافت میکنی قرآن را از جانب ذاتی که حکیم و علیم هست، کارهایش مملو از حکمت و علیم هست، همه چیز را میداند. خب پس این قرآنی هست که سراپا حکمت است، مطالبش مطالب علمی
و مطالب پر از حکمت هستند، چون از جانب حکیم و علیم است. اذ قال موسی لأهله، این داستان اول است. گفتیم 4 داستان ذکر میشه. حاصل و نتیجه این داستان اینه که عالم الغیب فقط الله است، موسی نیست. موسی به هدف دیگه آمده، چیز دیگری را دریافت میکند. خب داستانش را خواندیم، ما ترجمه میکنیم که انشاءالله جلوتر بریم. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا، زمانی که موسی به اهلش گفت من آتشی را مشاهده کردم. اگر میدانست اونجا چه خبره نمی گفت آتش. سآتیکم منها بخبر، خبری از اونجا می آورم، یعنی راهنمایی میگیرم. او آتیکم بشهاب قبس، یا می آورم پیش شما شعله قبس، اون شعله روشن را میگویند به اصطلاح. لعلکم تصطلون، شاید شما گرمی حاصل کنید، هم گرمی هم نور راه را ببینید. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها، وقتی که پیش اون آمد، کنار اون نور آمد، ندا شد که ای موسی ان بورک من فی النار، یعنی از جانب الله برکت داده شد. اون ذاتی که فی النار ای هو نور الله، نور الهی، اونی که در نار است، برکت داده شد اونجا. و من حولها و اطرافش، اطرافش ملائکه بودند، اطراف اون نور. لذا ای موسی اینجا جای برکت است، جای رحمت است. و سبحان الله رب العالمین، الله پاک است، اون ذاتی که رب عالمیان است، از شریک پاک است، از همسر و همتا پاک است. لذا الله به موسی خطاب کرد یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی همان شأن این است که من الله هستم، اون ذاتی که غالب و با حکمت است. لذا تو را اینجا کشاندم به خاطر رسالتی بس بزرگ، هدفی بسیار بزرگ. اون چیه؟ و القی عصاک، عصایت را بیانداز، عصایت را بیانداز. فلما رآها تهتز، موسی وقتی که دید که حرکت میکنند عصا چنان با سرعت که انها جان، گویا که ماری هست. جان مار کوچک را میگویند. ما قبلا خواندیم که مار کوچکی نبود، ثعبان مبین، اژدهایی بود. اما چون که بسیار چالاک بود، بسیار فرز بود، اژدها بود اما مثل مار کوچک میماند. چنانچه آلوسی گفته شبهها سبحانه فی شدت حرکتها، الله عزوجل در شدت حرکت اون مار را تشبیه داده. و اضطرابها مع عظم جثتها، خیلی اضطراب داشت، خیلی تکان داشت، با وجود که جثهش بسیار عظیم بود. تشبیه داده به صغار الحیات السریعه الحرکه، این مارهای کوچک باریک که خیلی حرکاتشون سریع است. اون با وجود که اژدها بود حرکتش چنان سریع بود که انها گویی که اون چی بود؟ مار باریک بود. لذا موسی وقت دید ولا مدبرن، پشت داد، ولا برگشت در حالی که پشت دهنده، ولم یعقب، عقبش را توجه نکرد. الله گفت یا موسی لا تخف، ای موسی نترس، انی لا یخاف لدی المرسلون، همان من الله مرسلون در محضر من، در نزد من نمی ترسند، تو از مرسلین هستی. الا من ظلم، این الا استثناء منقطع هست، به معنی لکن است. لکن هر کسی که ظلم بکند ثم بدل حسنا، اما سپس تبدیل به حسن بکند، یعنی از ظلم توبه کند، از شرک توبه کند، به توحید روی بیاورد. ثم بدل حسنا بعد السوء، بعد السوء، بعد الشرك توحید، بعد الظلم عدالت. فإني غفور رحیم، من در حق اونها غفور رحیم هستم.
و ادخل یدک فی جیبک، ای موسی دست را در گریبان داخل کن، تخرج بیضاء من غیر سو، سفید و درخشنده خارج میشه، من غیر سو، به غیر از اینکه بدنما و بد شکل بشه، درخشنده. فی 9 آیات الی فرعون و قومه، اینجا عامل مقدره، ای ارسلنا موسی فی 9 آیات، ما موسی را با 9 آیه فرستادیم. قبلا عرض کردیم 9 آیه چی هستند؟ فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 5 تا اونا هستند، 2 تا اینها هستند، مار و ید بیضا، این شده 7 تا. یکی اون لکنت زبان را خدا دور کرد، این 8 تا. یکی دریا را با عصا زدن و دریا متوقف شدن، 9 تا فرستادیم در 9 آیه به سوی فرعون و قومش، آنان قوم فاسق و مشرک بودند. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، وقتی که موسی با آیات ما آمد، آیات روشن، آیاتی که سبب بصیرت می شد، سبب باز شدن چشم می شد، قالوا هذا سحر مبین، آنها گفتن که این جادوی آشکاری است. الله میگه وجحدوا بها، انکار کردن، اینجا انکار کردند آیات توحید را، واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا، در حالی که از نظر نفس یقین کردن که آیات خدا است، اما انکار کردن از نظر ظلم و از نظر تکبر، یعنی ظلما انکار کردن، تکبرا انکار کردن. وقتی که انکار کردن، فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، عاقبت و انجام این مفسدان را ببین، به چه بلایی و به چه مهلکی گرفتار شدند. داستان اول که در این سوره خواندیم در رابطه با موسی علیه السلام و دعوت موسی به قوم، بخش دوم یا واقعه دوم در رابطه با سلیمان علیه السلام، داوود و سلیمان هست. الله می فرماید ما به داوود و سلیمان علم دادیم، دانش دادیم، منظور از علم شریعت و علم حکومت، کشورداری، هر دو را دادیم، چون که این دو هم پادشاه بودند و هم پیامبر. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، آنان به صورت شکر و تحدیث نعمت هر دو گفتند الحمد لله الذي، سپاس و ستایش خدایی را که فضیلت داد، ما را برتری داد بر بسیاری از بندگان مؤمنش. خب این به صورت چی بود؟ هم شکر گزاری بود، هم تحدیث نعمت بود. هر دو را الله عزوجل واقعا نعمتهایی داده بود که به افراد دیگه، به بسیاری از پیامبران دیگر خداوند نداده بود. مثلا از اینجا به بعد هر یکی از اونها به صورت جداگانه نعمتی که داشت، خصائصی که داشت، ویژگی هایی که داشت بیان میشه. و ورث سلیمان و داوود، سلیمان علیه السلام وارث داوود شد. در چه چیزی؟ فی العلم والخلافه، در علم، در خلافت، جانشینی. و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ای مردم ما آموزش داده شدیم، خداوند به ما یاد داده سخن پرندگان را، منطق پرندگان را. الله عزوجل علم پرندگان و زبان پرندگان را که یکی از معجزات سلیمانی هست، به سلیمان علیه السلام عنایت کردند.
و اوتینا من کل شیء، هر چیز ما داده شدیم. قبلا خدمت شما عرض کردم که منظور از هر چیز استغراق عرفی است در قرآن، استغراق حقیقی نیست. هر چی به سلیمان داده نشد، هر چی که نیاز داشت از اسباب حکومت و سلطنت یا از علم آن که نیاز داشت خدا بهش داد. ان هذا لهو الفضل المبین، بدون شک این فضل مبین هست، فضیلت آشکاری هست. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. از جمله خصائص ایشون این بود که جمع میشد برای سلیمان تمام لشکریانش تنها انسانها نبودند، جنات بودند، انسانها بودند، پرندگان بودند. فهم یوزعون، آنها جمع کرده میشدند، یه جایی گرد هم می آمدند و حرکت می کردند. فهم یوزعون فسارو، بس رفتند. یعنی مسیری را که سلیمان علیه السلام داشت. سلیمان همیش به تبلیغ می پرداخت، چون که نبی خدا بود، به آگاه کردن مردم می پرداخت. حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی وقتی که آمدن به وادی نمل ها، مورچه ها، یه وادی که مورچه های اونجا زندگی می کردند. قالت نملتون، نملی به گفت، یکی از مورچه ها به بقیه مورچه ها گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها داخل مساکنتان برید، داخل سوراخ‌هایتان بروید. لا یحطمنکم سلیمان. ببینید اولا مورچه ها درکشان، شعورشان اونطوری که الله عزوجل میداند پیش خودشان دنیایی دارند بسیار بالا هست. حتی نظامی که در مورچه ها هست، علمایی که بررسی کردند و تحقیق کردند، نظامی که این دو مخلوق داره، یکی زنبورهای عسل و یکی مورچه ها، بسیار پیشرفته هست. اونجایی که زندگی میکنند در محل زندگی خودشان دارای نظم و ضوابط خاصی هستند که همه رعایت میکنند، از نظر راه، از نظر تردد، از نظر خوراک، انبارها، جاهایی که برای خوراکی ها دارند. کسانی که مطالعه کردند میگویند که بسیار منظمند، هم مورچه ها و هم عسل، زنبور عسل. لذا الله بهشون درکی داده که ما عاجزیم از فهم آن، یا خدا بهشون نظامی داده که ما از فهم اون عاجزیم. اما سلیمان نبی با توجه به این که معجزه داشت، اینم یکی از معجزات حضرت سلیمان که وقتی که مورچه بقیه مورچه ها را از اونها دعوت کرد که گوشه بروند که زیر پاها لگدمال نشوند، سلیمان از طریق وحی و از طریق الهام الهی متوجه شد. الظاهر عن علم النملة بها، اولا اینکه مورچه از کجا میدانست این سلیمان لشکرش است؟ معروف بود سلیمان، و علاوه از اینکه معروف بود شاید الهام الهی بود. الظاهر ان علم النملة بان الآتی هو سلیمان و جنوده عن الهام منه عز وجل روح المانی. اینکه مورچه میدانست که این سلیمان هست و جنودش هست، شاید الهام شد به او از طرف الله، یعنی در دلش القا شد. لذا گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها داخل شید داخل مساکنتان، جاهای زندگیتان. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، شما را لگدمال نکند سلیمان و لشکریانش. و هم لا یشعرون،
یعنی اونا قصدن و عمدن با شما کار ندارند، در حالی که اونها نمیدانند که اینجا دنیای از مورچه ها هست، زیر پای ما له شدن، لشکرم لشکر بزرگی هست. سلیمان علیه السلام هم از طریق وحی الهی مطلع شد، متوجه شد که این مورچه به بقیه مورچات چه تبلیغ میکنند. فتبسم ضاحکا من قولها، خندید در حالی که تبسم کرد، در حالی که خندید از قولش. و اینجا سلیمان علیه السلام بیاد آورد که خدای تعالی چه نعمتهای به او داده. مثلا همین که مورچه داره با مورچه صحبت میکنه، اینجا الله عزوجل در دل سلیمان قرار داد که اون چه داره میگه. انه علیه السلام لم یسمع صوتا اصلا، حضرت سلیمان صوتی نشنید. و انما فهم ما فی نفس النملة الهام من الله تعالی، روح المانی، از طریق الهام فهمید که چی داره میگه مورچه. لذا شکر خدا بجا آورد بر این نعمت. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، خدایا در قسمت من بفرما، در تقدیر من قرار بده، یعنی به من توفیق بده. ان اشکر نعمتک التي، این که من شکرگزار نعمت تو باشم، التي انعمت علی، آن نعمتی که بر من انعام کردی، و علی والدی، و بر پدر و مادر من، و ان اعمل صالحا ترضا، و این که من دائما عمل صالحی انجام بدم که تو بپسندی، تو راضی بشی. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، بار اله بار رحمت خودت مرا در بندگان صالح داخل بگردان. لذا شکر خدا بجا آورد و مسیر را ادامه داد. و تفقد الطیر فقال مالی لا ارحلودا، نیافت پرنده را، تفقد کرد، جستجو بررسی کرد، نیافت. منظور از طیر هدهد است. معلوم میشه که سلیمان علیه السلام همیشه از افراد، از لشکریان حضور غیاب میگرفت، تفقد میکرد چه کسی بود چه کسی نبود، غائبین را دنبال میکرد، چرا نیستند، کجا هستند. لذا سلیمان علیه السلام وقتی که هدهد را نیافت چی فرمود؟ فقال مالی لا ارى الهدهد، چرا من نمی بینم هدهد را؟ امکان من الغائبین، یعنی شاید هست و من نمی بینم. این یک احتمال. احتمال دوم این که یا او از غائبین هست، غائب هست، من متوجه نیستم. لأعذبنه عذابا شدیدا، من حتما او را عذاب شدید میدهم، یعنی تنبیهش میکنم، کتکش میزنم. او لأذبحنه، یا او را ذبح میکنم، زندگیش را پایان میدم که غایب هست. او لیأتینی بسلطان مبین، یا پیش من بیاورد دلیل آشکارا. چرا نیست؟ کجا رفت؟ سلیمان علیه السلام به همین فکر بود که فمکث غیر بعید، مکث کرد، توقفی کرد، اما زیاد نه، غیر بعید، مدت کمی، لحظات کمی، تا اینکه هدهد آمد. اینجا هم معلوم میشه این واقعه دوم است. سلیمان نبی با اون جایگاه عظیمش که حتی زبان پرندگان را میفهمید و موعظه مورچه را درک میکرد، اما علم غیب نداشت، چون که نمیدانست که هدهد کجا رفته. هدهد آمد خبر داد. باز هم سلیمان شک داشت، گفت نامه را ببر ببینم آیا واقعا راست میگی یا نه. پس از واقع دوم هم همین ثابت شد که عالم الغیب فقط الله است، حتی پیامبران الهی نیستند. فقال احط بما لم تحط به، من احاطه کردم از نظر علمی آن چیزی که تو احاطه نکردی.
یعنی علمت ما لم تعلم، من چیزی میدانم که تو نمیدانی. یا بلغت ما لم تبلغ انت، من به جای رسیدم که تو و جنودت اونجا نرسیدی. علی ای حال اون چی بود؟ احطت بما لم تحط به، من احاطه کردم از نظر علمی آنچه که شما احاطه نکردی. و جئتک من سبأ بنبأ یقین، پیش شما از ملک سبا آمدم با خبری یقینی، خبری تفصیلی و یقینی. اون چی هست؟ انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء، من زنی را دیدم که مالک اونها بود، یعنی بر اونها حکومت میکرد. و اوتیت من کل شیء، هر چی داده شده، یعنی همه امکانات را دارد. من اسباب الدنیا و ما یلیق بحالها، اسباب دنیا و اون چی که لایق حالش هست همه را دارد. ولها عرش عظیم، عرشی هم دارد. عرش بلقیس معروف بود، تختش که بسیار بزرگ هم بود و بسیار زیبا، مرصع با جواهرات، با طلا. اما این وضعیت سیاسیشون هست و وضعیت ملکی اقتصادیشون هست، همه چیز دارند. از نظر سیاسی حاکمشون زنی هست، اما از نظر مذهبی که مد نظر این بود وجدتها و قومها یسجدون للشمس، او را یافتم و قومش را یافتم که خورشید را سجده می کردن من دون الله، بغیر از الله. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمالشان را مزین کرد، اعمال شرکیه را. چگونه؟ فصدهم عن السبیل، بدلیل تزیین اونها را از راه خدا باز داشت. فهم لا یهتدون، اونها هدایت نمیشن، بر هدایت نیستند. چرا؟ چون که شرک میکنند، باز توبیخ میکند آنان را. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، چرا آنها سجده نمی کنند اللهی را که یخرج الخبأ، خبأ چیزی که مخفی هست، پوشیده و پنهان است. مخفیات آسمان چی هستند؟ مخفیات زمین چی هستند؟ مخفی آسمان باران و ستاره هست، گاهی ستاره مخفی است ظاهر میشه، گاهی باران مخفی است ظاهر میشه، الله می باراند. و مخفیات زمین نباتات هستند، اون چیزی که از زمین می روید، در شکم زمین اول مخفی است بعد می روید. قال اکثر المفسرین خبء السماوات المطر و خبء الارض النبات و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، آن ذاتی که می داند آنچه که شما مخفی می کنید، آنچه که شما علنی و ظاهر می کنید. الله لا اله، این نتیجه دلیل. خود هدهد از این استنباط می کند. الله آن ذاتی است که هیچ کس بغیر از او نیست، رب عرش عظیم است، چرا این خدا را پرستش نمی کنند؟ وقتی که این گزارش را داد، سلیمان علیه السلام گفت قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم واقعا راست میگی یا از کاذبین هستی. اذهب بکتابی، آزمایش، امتحان، این کیفیت امتحان، این نامه مرا ببر، فالق الیهم، بر آنان بینداز این نامه را، ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون، سپس برگرد ببین که چه پاسخی میدن، چه بازگشتی خواهند داشت. خلاصه میگویند که بلقیس با ارکان سلطنت نشسته بود در جلسه کابینه تشکیل شده بود جلسه اش، که هدهد برد نامه را در عرض کنم که جلوی بلقیس یا روی دامن بلقیس انداخت و برگشت، متوجه نشد این نامه از کجا آمد. ناگهان
نامه را دید. نامه را وقتی که دید قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. ای درباریان، ای مشاوران، انی القی الی، القا شد به سوی من، انداخته شد. نگفت کی، چون که خودش هم نمیدونست کی آورد. کتاب کریم، کتاب معزز. معزز به چه معنی؟ یعنی معتبر، نامه معتبر، چون این نامه چی دارد؟ مهر دارد، نامه رسمی هست. قد فسر ابن عباس و قتاده و زهیر بن محمد، این بزرگواران تفسیر کرده الکریم بالمختوم، مهر شده، نامه معتبر. مضمون نامه چیه؟ خلاصه نامه انه من سلیمان، همانا این نامه از جانب سلیمان. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، همانا شأن این است که استعانت بجویید، کمک بگیرید از الله در هر چیز. آن اللهی که رحمان و رحیم است. و دیگه این که این توحید است. دوم این که الله تعالی علی، بر من شما از فرمان من سرپیچی نکنید، تکبر نکنید. و اتونی مسلمین، پیش من بیایید همه در حالی که تسلیم بشید. مسلمین ای موحدین. ابن عباس، توحید را قبول کنید، دین یکتا پرستی را قبول کنید و بیایید. هنوز نمیدونه که جریان چی هست، طلب مشوره میکنه از ارکان. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، ای ملأ، ای درباریان به من فتوا بدید، یعنی جواب بدید، مرا در امرم جواب بدید، مشوره بدید. ما کنت قاطعتا، این علت است، چون من به صورت قطع امری را انجام نمیدهم حتی تشهدون، حتی شما هم حضور داشته باشید در اون امر، یعنی نظر شما، فکر شما، مشوره شما باشد. خب ابتداء درباریان همون چیزی که وظیفه هر درباری هست، هر سرباز هست، هر رعیت هست، اظهار کردن که ما برای هر دستوری آمادگی داریم. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، ما دارای قدرت هم هستیم، دارای جنگ شدید هم هستیم، میتونیم بجنگیم. والامر الیک، اما باز هم امر برمیگرده به سوی تو، مشوره با شماست. فانظری ماذا تأمرین، شما بررسی کنید ببینید چه دستور میدهید. اما بلقیس عاقله بود، قرآن هم از عقل و از خردش تعریف میکند. الله میفرماید قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها، گفت که پادشاهان و ملوک هرگاه وارد قریه و شهری بشند فساد به پا میکنند. بنابراین ما ببینیم که به اونجا نکشد. و جعلوا اعزت اهلها اذله، انسانهای عزیز و با شخصیت را ذلیل میکنند، از بین میبرند. و کذالک یفعلون، این چنین میکنند، یعنی این طبیعت و عادتشون هست. لذا من اول امتحان میکنم، این تجویز بلقیس است، ببینم که واقعا هدفش ملک هست، هدفش پول هست یا نه، واقعا یک هدف مقدسی دارد از این دعوتش. و انی مرسلت الیهم بهدیه، من میفرستم بسوی آنان هدیه. فناظرة، نگاه میکنیم بما یرجع المرسلون، فرستاده شدگان با چه چیزی برمیگردن، با چه پیغامی. فلما جاء سلیمان، وقتی که آمد قاصد پیش سلیمان و هدایا را تقدیم کرد که این هدایا را ملکه بلقیس فرستاده، قال اتمدوننی بمال، شما آیا مرا
کمک میکنید کمک مالی به سوی من مال پیشنهاد میکنید. تفسیر ابن کثیر گفته لاترککم علی شرککم، تا باز من بگذارم شما شرکتون را ادامه بدهید. نه، فما آتانی الله خیر مما آتاکم، آنچه که خدا به من داده از آنچه که شما را داده بهتر است. یا اینکه منظور همون حکومت و امکانات است، چون اون چیزی که سلیمان داشت جنات را در اختیار داشت، باد در اختیار داشت، پرندگان و حیوانات هیچ ملکی و هیچ حکومتی نداشته و نخواهد داشت. یا اینکه منظور نعمت معنوی هست، خدا به من داده بهتر است از آنچه که به شما داده. بل انتم بهدیتکم تفرحون، شما با هدیهتون خوشحال باشید. من راضی نمیشم با هدیه، من هدیه قبول نمی کنم. هدیه چی بود والله اعلم، قرآن نگفته. گرچه تفسیرها نوشتند که خشت طلایی فرستاد و حضرت سلیمان علیه السلام کلا مسیر اینها را به وسیله جواهرات و انواع طلاجات مزین کرد، مسیری که در کاخ اینها رد می شدند. ولی اینها همه اسرائیلیات هستند. لا نصدق ولا نکذب. ارجع الیهم، برگرد بسوی آنان. فلنأتینهم بجنود، اعلان جهاد. من حتما میام پیش اونها با چنان لشکری که لا قبل لهم بها، توان مقابله برای آنان نیست. ای لا طاقت لهم، طاقت و توانی نیست که با لشکر من مبارزه بکنن. ولنخرجنهم منها اذله، ذلیل و پست اونها را خارج میکنم. و هم صاغرون، صاغرون معنی ذلیله. خب به هر حال اینجا اندماج است. از سیاق آیه معلوم میشه که قاصدها برگشتن. بلقیس متوجه شد که اون چیزی که ما فکر میکردیم نیست، سلیمان با هدیه راضی نمیشه، لذا تصمیم گرفتن پیش سلیمان بیاد. وقتی که تصمیم گرفت که پیش سلیمان بیاد، منظور مذاکره بود، از نزدیک ببینه چه خبره. سلیمان علیه السلام هم از طریق وحی مطلع شد، لذا سلیمان میخواست که معجزه خودش را نشان بده که من حقم، من پیامبرم. به این خاطر گفت که کی میره تختش را بیاره. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، ای ملأ کدام یک از شما می آورد پیش من تخت بلقیس را، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل از اینکه مسلمان بیایند. قال عفریت من الجن، عفریت یکی از جنات که در رأس بود و در خدمت سلیمان بود، گفت که انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، من میآورم آن را قبل از اینکه شما از جایت برخیزی. و انی علیه لقوی امین، من بر این کار قوی هستم، توانش را دارم و امینم، یعنی اگرچه جواهرات داشته باشه دست نمیزنم. این جنیه میگه. قال الذي عنده علم من الكتاب، آن کسی که نزد او علم کتاب بود، او گفت که انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، من می آورم او را قبل از اینکه چشم بزنی، پلکت به هم بزنه. در یک چشم به هم زدن من میارم. این الذی عنده علم من الکتاب کی هست؟ بعضی گفتند که آصف بن برخیا وزیر سلیمان، اون گفت که من چون خداوند بهش اسم اعظم را یاد داده بود، من به وسیله اسم اعظم فوراً میارم. بعضی گفتن منظور آصف هست، اما از این لازم میاد که وزیر سلیمان از سلیمان قدرت بیشتری داشته باشد، توان بیشتری داشته باشد. بنابراین بعضی میگن منظور از الذی عنده علم من الکتاب جبرائیل امین است. جبرائیل گفت من یک چشم به هم زدن می آورم. حضرت شیخ رحمه الله همین رو ترجیح میده، جبرائیل. فلما رآه مستقرا عنده، خلاصه آورد، فورا آورد. سلیمان وقتی که دید که
اون تخت کنار او استقرار دارد، یعنی قرار دارد. قال هذا من فضل ربی، این فضل رب من هست. خدا میخواد مرا امتحان بکند، اشکر ام اکفر لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه. هر کسی که شاکر باشد، شاکر برای خودش هست، یعنی به نفع خودش هست. و من کفر فان ربی غنی کریم. هر کسی که کفران بکند، الله عزوجل هم از او بی نیاز است، الله برای کفرانش پروا ندارد. خلاصه سلیمان علیه السلام به ارکان سلطنت گفت مقداری تخت را تغییر بدید تا نشناسد. قال نکروا لها عرشها، تغییر بدید برایش تختش را. ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، نگاه میکنیم آیا این متوجه میشه، اتهتدی بر هدایت میاد یا نه ام تکون من الذین لا یهتدون، از اونهایی که هدایت نمیشوند. منظور دو تا میتونه باشه، یکی یعنی آیا میشناسد واقعا تخت خودش هست یا نمیشناسد، یکی این که نه معجزه ما را ببیند، آیا هدایت میشه یا نه از همون انسانهایی که هدایت نمیشوند. الله می فرماید فلما جاءت قیل اهکذا عرشک، زمانی که بلقیس با ملأ خودش آمد، با فوج خودش و سپاه خودش آمد، گفت که آیا عرش تو تخت تو این چنینی بود؟ الان این از سلیمان پرسید یا یکی از خادمان سلیمان. اما این چه جواب داد؟ از یک طرف یقین داشت مال من هست، از یک طرف با بعضی تغییرات شک داشت. قالت کأنه هو، جواب و پاسخ بین بین، گویا این همون است. به صورت قط نگفت همون است، شاید نبود. به صورت قط نگفت نه شاید بود، گفت کأنه هو، مثل او هست، گویا همون است. و اوتینا العلم من قبلها و كنا مسلمین. اینجا بلقیس میگه ما علم داده شدیم ای سلیمان قبل از این، یعنی این معجزه را تو به ما نشان دادی، ما قبل از این علم توحید داده شدیم، یعنی قبلا من متوجه شدم. بعضی میگویند از همون نامه متوجه شد، بعضی میگن وقتی که آمد و سلیمان را دید و اطراف سلیمان را دید و نظام سلیمان را دید، به دلش نشست که این پیغمبر خداست. هنوز تخت را ندیده بود، لذا داره میگه به سلیمان که و اوتینا العلم، ای علم التوحید، به ما علم داده شد من قبلها، یعنی قبل هذه المعجزه، و كنا مسلمین، ما مسلمان شدیم یا ما مسلمان بودیم، تسلیم شدیم. الله اینجا مدح میکند عقل ابلیس را، و صدها ما كانت تعبد من دون الله، تا به حال جلوگیری کرده بود او را از اسلام آوردن، از تسلیم شدن. چه چیزی جلوگیری کرده بود؟ ما كانت تعبد من دون الله، اونی که عبادت میکرد بغیر از الله، یعنی معبودان باطله جلوی او را گرفته بودند. اما امروز که متوجه شد که معبودان باطله کاری نمی کنند، الان به سوی الله و یکتاپرستی رجوع کرد. انها كانت من قوم کافرین، همانا این از قوم کافر بود، قوم منکر. قیل له ادخل الصرح، به او گفته شد وارد محل باش. صرح میگن سکورا. حضرت سلیمان علیه السلام حوضچه درست کرد، محل بلندی درست کرد، تو حوضچه آب گذاشت، پر از آب بود و بر آن شیشه گذاشت. اینجا یک جمله بود که نگفتیم، صدها ما كانت تعبد من دون الله، دو معنا دارد. یکی این که عبادت غیر الله مانع شده بود، ای صدها عن التقدم الى الاسلام، تا به حال که به سوی اسلام نیامده بود
چه چیزی صد شده بود، مانع شده بود؟ عبادت الشمس و نشؤها بین اظهر الکفره، اینکه عبادت میکردند خورشید را و این بلقیس هم نشو و نما و رشد کرده بود در میان کافران. پس تا به حال که حقیقت را نیافته بود اون صد شده بود. یا اینکه صدها باز داشت او را، کی را؟ بلقیس را. فاعل صد الله هست یا سلیمان. بلقیس را از عبادت غیر الله الله باز داشت، یعنی توبه کرد. یا اینکه صدها سلیمان، سلیمان دعوتش داد او را از عبادت غیر الله چیکار کرد؟ باز داشت. و صدها به این معنی ای صدها الله اما کانت تعبد من دون الله. خب محلی عرض کردم حوضی درست کرد پر از آب و روی این حوض شیشه‌ای گذاشت. شیشه هم چنان شفاف و بیلکه که معلوم نمیشد اینجا شیشه هست، لذا فکر میکردی که آب هست. بلقیس وقتی که میخواست از اون سکو رد بشه، از روی اون رد بشه، لباسش را بالا زد تا تر نشه. فکر کرد که اینجا چی هست؟ آب هست. سلیمان علیه السلام بهش گفت این آب نیست، این شیشه هست. بلقیس متوجه شد، استغفار خواند. خب چرا این کار را کرد؟ یک داستان دروغینی هست که خلاصش عرض می کنم. بعضی گفتند که جنات احساس خطر کردند که سلیمان با بلقیس ازدواج نکند، لذا به سلیمان گفتند که بلقیس مادرش از جنات هست و بدنش خیلی موهای خطرناکی داره، بسیار زشت است. لذا سلیمان چنان تدبیری بکار برد تا که بلقیس وقتی رد میشه گویا از روی آب لباسش را بالا بزند تا مشخص بشه واقعا جنات راست میگه یا دروغ. این قصه اسرائیلی هست و این با جایگاه نبوت تضاد دارد. این به شدت رد است، همه مفسران ردش کردند. خب چرا این کار را کرد؟ توجیه حضرت شیخ رحمه الله نوشته که دلچسب است. اون این است که بلقیس و قومش خورشید پرست بودند و ستاره پرست، یعنی مظهر پرست، ظاهر را نگاه می کردند. سلیمان علیه السلام میخواست تفهیم بکنه که نباید به ظاهر نگریست، به ظاهر نگاه کرد، پشت پرده را ببین. این خورشید مظهر قدرت و وجود رب العالمین است، یعنی دلیلی هست. این خود خدا این نیست، خدا ورای این است. از این به خدا برس، از ماه به خدا پی ببر. خدا ما را دعوت کرده تو قرآن خورشید را ببینید، ماه را ببینید، ستاره را ببینید، کوه را ببینید. پس اینها چی هستند؟ اینها در واقع اسباب معرفت و شناخت خدا. سلیمان میخواست که تفهیم بکند که شما فریب ظاهر خوردید، شما خورشید را دیدید، باید از خورشید پی می بردید به وجود خالق. شما به همین جا ماندید و از خورشید متأثر شدید، لذا نباید از ظاهر متأثر شد. این ظاهر است، آب اینجا نیست، آب ورا هست، پشت سر است. پس بلقیس هم عاقله بود، فوراً دریافت، فوراً گرفت اون چیزی که سلیمان میخواست. الله میفرماید فلما رأته، زمانی که او را دید، حسبته لجة، فکر کرد آب عمیقی هست. لج دیروز خواندید، لج آبی که عمق داشته باشد. و کشفت عن ساقیها، ساقینش را چی کرد؟ کشف کرد، یعنی ظاهر کرد، لباس را بالا زد. قال انه صرح ممرد من قواریر،
سلیمان گفت که این بنایی هست که پوشیده شده از شیشه، اینجا آب نیست، حوضچه‌ای هست، سکویی هست که با شیشه پوشیده شده. سلیمان بلقیس متوجه شد، قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بار اله من بر خود ظلم کردم و تسلیم شدم با سلیمان برای اللهی که رب عالمیان هست. علی ای حال ببینید این واقعه سلیمان و بلقیس بود. از این واقعه هم معلوم می شد که سلیمان نبی با وجود انواع معجزات، با وجود زبان فرشتگان را می فهمید، اما عالم الغیب نبود. صدق الله. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل